دسته دیگه از ابزارها که توی کار محتوا، بازاریابی محتوا بهمون کمک میکنن، ابزارهای تحلیل و آمارگیری و ابزارهای SEO هستن. این ابزارها برای پیدا کردن کلمات کلیدی هدف، جاهایی که میخوایم رقابت بکنیم با رقبا توی موتورهای جستجو، و بعد آمارگیری از کاری که انجام دادیم، گزارش گرفتن از اینکه محتوامون موفق بوده یا نبوده بهمون کمک میکنن. ابزارهای SEO خصوصا در بخش کیورد ریسرچ که توی استراتژی محتوا داشتیم خیلی حیاتی هستن. بهمون کمک میکنن که یک سندی داشته باشیم از عبارت‌ها و جمله‌های کلیدی که میخوایم روشون فوکوس بکنیم و رقابت بکنیم و رتبه‌های بهتر رو بگیریم. ساده ترین و ابزار رایگانی که در اختیار همه قرار داره برای کیورد ریسرچ خود موتور جستجوی گوگل هست. شما یک کلمه کلیدی که فکر میکنید و فرضیتون هست که رقابت باشه سرش و کلمه کلیدی برندتون هست انتخاب میکنید و توی گوگل سرچ میکنید. نتایج اولیه گوگل، فوکوسی که رقبا داشتن روی کلمات و خوندن مطلب اونها به شما کمک میکنه که کلمات کلیدی رو پیدا بکنید. جای دیگه خود گوگل میاد پایین صفحه یک تعدادی پیشنهاد به شما میده و اون پیشنهادها عبارت‌هایی هست که کاربرها بیشتر سرچ کردن و دنبالش بودن. میتونید این عبارت‌ها رو فوکوس بذارید و برای هر کدوم محتوا تولید بکنید و روی اونها رقابت بکنید با رقبایی که توی این صنعت فعال هستن. حتی وقتی که میخواید سرچ بکنید یک عبارتی رو، گوگل به شما همون لحظه پیشنهاد میده و جملتون رو یک جورایی کامل میکنه. اون پیشنهادها هم پیشنهادهایی هستن که یوزرهای بیشتری دنبالشون بودن و میشه روی اونها فوکوس کرد. گوگل توی بخش گوگل ادز یک سرویس به اسم کیورد پلنر هم داره. به کسب و کارهایی که میخوان روی کلمه کلیدی تبلیغات بذارن روی گوگل کمک میکنه که عبارت بهتری رو انتخاب بکنن. توی کیورد پلنر میتونید عبارت اصلیتون رو بدید و میاد بهتون عبارت‌های مرتبط و عبارت‌های پر رقابت رو نشون میده. میتونید یک لیستی از اونها داشته باشید. ابزارهای حرفه‌ای پولی که همین کار رو انجام میدن با یک مقدار قابلیت‌های بهتر و بیشتر، میشه به KW Finder اشاره کرد که براتون مقایسه بین چند تا عبارت کلیدی رو انجام میده یا عبارت‌های کلیدی مرتبط رو نشون میده. سوال‌های مرتبطی که یوزرها پرسیدن توی گوگل اونها رو بهتون نشون میده و میتونید برای آماده کردن استراتژی اولیه کیورد ریسرچتون استفاده بکنید. کیورد تول هم ابزاری هست که بخش رایگان و بخش پولی داره. توی بخش رایگانش هم عبارت‌های کلیدی مرتبط رو بهتون نشون میده، سوال‌ها رو نشون میده، رقابت رو مشخص میکنه و میشه ازش استفاده کرد برای اینکه یک لیست تقریبا مناسبی برای کیورد ریسرچمون داشته باشیم. بعد از ریسرچ SEO ما توی بخش آنالیز، تحلیل و حتی کمک کردن به اینکه محتوای مناسبی داشته باشیم هم ابزارهایی داریم که کمابیش میتونن کمک بکنن فرایند منظمتر و بهتری داشته باشیم. یا SEO که توی جزء افزونه‌های وردپرس محسوب میشه، افزونه مناسبیه که تا حدی به شما کمک میکنه یک محتوای تقریبا مناسب از لحاظ SEO تولید بکنید، هرچند که نمیشه روش کامل فوکوس کرد ولی به صورت تقریبا مناسبی نکات مهم SEO داخلی رو به شما گوشزد میکنه، مثل لینک دهی داخلی، مثل استفاده مناسب از کلمه کلیدی، عکس ها و این موارد. توی بخش تحلیل و آمارگیری از SEO ما بهترین ابزاری که در دسترس همه قرار داره گوگل آنالیتیکس که در ترکیب با سرچ کنسول که حالا قبلا به عنوان گوگل وب مستر میشناختیمش، میتونه یک تحلیل خوبی از وبلاگ و وبسایت شما داشته باشه، وضعیت هر کدوم از محتواهاتون رو مشخص کنه، اینکه هر یوزری چقدر توی سایت شما مونده، چند تا سایت دیده، و ترکیب کردن آنالیتیکس با ایونت ها و تگ منیجر گوگل میتونه یک مجموعه کاملی از آنالیز SEO به شما بده. باز ترکیب این ابزار با دیتا استودیو گوگل به شما کمک میکنه که بیاید و اون محتوا و آماری که گرفتید رو به صورت یک گزارش مناسب، به صورت گزارش نموداری، گزارش جدولی به مدیرای رده بالایی اعلام کنید و ازش استفاده بکنید. ابزار حرفه‌ای دیگه که برای آمارگیری استفاده میشه به هاب اسپات استفاده کرد. هرچند تو بازار داخلی خیلی مرسوم نیست ولی ابزار حرفه‌ای هست که همون قابلیت‌های آنالیتیکس رو خیلی پیشرفته تر در اختیار شما میذاره. هاب اسپات خودش یک آکادمی خیلی خوب هم داره برای آموزش محتوای SEO. مجموعه این ابزارها، چه ابزار پولی چه ابزار رایگان، باید حتما استفاده بشه توی آمارگیری از کار محتوایی که ما انجام میدیم. ما توی سوشال میدیا هم ابزارهای تحلیلی زیادی داریم. خود اینستاگرام و توییتر گزارش‌های نسبتاً مناسبی از وضعیت محتوای شما میدن. اینکه چه تعداد شیر شده، چه تعداد سیو شده یک محتوا
و چه تعداد تونسته جذب بکنه، انگیجمنت گرفته. اینها برای اینکه شما برنامه ریزی داشته باشید روی محتوایی که بعداً میخواید تولید بکنید خیلی مفید هستن. نکته مهمتر این که شما متریک هاتون رو توی استراتژی مشخص کردید. الان باید اون متریک ها رو بیاید و توی ابزارهای آمارگیری پیاده بکنید و گزارشی که میگیرید بر اساس اون متریک ها باشه که بتونید به مدیران نشون بدید که برنامه بازاریابی محتوایی چقدر تونسته به برنامه‌های خودش برسه، به اهداف خودش برسه، کجاها نیاز به بهبود داره و کجاها رسیده به اون هدفی که نیاز داشتیم. پس ترکیب ابزارها برای اینکه ما بتونیم استراتژیمون رو بهبود بدیم و همیشه در جریان بهینه سازیش باشیم خیلی اهمیت داره. آمارگیری بخشی هست که اگر توی بازاریابی محتوایی پیاده نشه هیچ وقت نمیتونیم از موفقیت و عدم موفقیت کاری که کردیم مطمئن باشیم.